سلام و وقت بخیر خدمت عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستم با تحلیل بازار فارکس، اونس جهانی و شاخص دلار در تاریخ 31 آگوست پنجشنبه و در آخر ویدیو هم نگاهی میکنیم به رویدادها و اخبارهای مهم فردا در تاریخ 1 سپتامبر. همراه من باشید. Anabolic beats. 31 آگوست خبر ریتل سیل سالانه داشتیم برای ژاپن که افزایشی منتشر شده و ساعت 5 صبح مانوفکچرینگ PMI شاخص مدیران خرید بخش تولیدی برای چین منتشر شده. 49.1 پیش بینی بوده ولی 49.7 منتشر شده و افزایشی منتشر شده که باعث میشه یوآن قوی بشه. برای خود ژاپن دوباره داده داشتیم هاوسینگ استارز منفی 6.7% کاهشی منتشر شده. برای CHF فرانک سوئیس خرده فروشی سالانه ریتل سیلز منتشر شده که کاهشی بوده منفی 2.2%. اگر بیایم پایین ببینیم خبر مهم چی داریم. ساعت 12:30 کور CPI فلش استیمیت سالانه منتشر شده که با پیشبینی یکی بوده. بعدش CPI فلش استیمیت سالانه منتشر شده 5.1% پیشبینی بوده ولی 5.3% منتشر شده که باعث میشه ارز یورو قوی بشه. ساعت 12:30 و نرخ بیکاری منتشر شده برای یورو unemployment rate 6.14% پیش بینی و همون 6.14 منتشر شد. ساعت 16 به وقت ما کارنت اکانت کدم همون موقع منتشر شده و کورس PC پرایس ایندکس ماهانه منتشر شده. خب PC برای ما خیلی مهمه، مخصوصا برای فدرال رزرو. من یه توضیح کوچیکی در مورد این داده بدم. PC بخش بیشتری از CPI رو در بر میگیره و یکم دقیق تره و برای همینه که PC خیلی مهمتره نسبت به CPI برای فدرال رزرو. خب با پیشبینی یکی اومده 2.2% پیشبینی بوده و همون 2.2% هم منتشر شده و زیاد تاثیر روی USD نذاشته. ولی خب unemployment claims منتشر شده، مدعیان بیکاری. مدعیان بیکاری یعنی کسایی که رفتن دنبال بیمه بیکاری بیکار شدن میخوان بیمه بیکاریشون استفاده کنن. خب 236,000 تا پیشبینی بوده ولی 228,000 تا منتشر شده. خب کاهشی بوده، کاهش پیدا کنه باعث میشه تاثیر مثبت بذاره روی ارز. و پرسونال اینکام و پرسونال اسپندینگ منتشر شده برای USD. اگر به این پایین تر دیگه خبر مهمی نداشتیم و فقط شیکاگو PMI هم منتشر شده که 48.7 بوده، بازم تاثیر مثبت میذاره روی USD. بریم با هم دیگه یه جمع‌بندی کنیم روی داده‌های اقتصادی چه تأثیری روی چارت گذاشتن و به چه سمتی حرکت کرده کارنسی ولیو ارزش ارز. قبل از اینکه بریم به نگاهی بندازیم از عزیزان خواهش میکنم که کانال رو سابسکرایب کنیم تا با تحلیل هر روز شاخص دلار، بازار فارکس و اونس جهانی همراه من باشید. خب از جفت ارزهای اصلی شروع میکنیم. پوند انگلستان به دلار آمریکا خب روند بلند مدت صعودی و این تأثیری که این آخر مشاهده میکنید برای مدعیان بیکاری و PCE بوده و شیکاگو PMI که منتشر شده. داده های خوبی امروز منتشر شد برای آمریکا و تأثیر مثبت گذاشت روی ارز. برای همینه که باعث شده پوند ضعیف بشه. خب USD CHF هم نگاه کنیم. خب بله، خب بعد از اینکه دو روز گذشته داده‌هایی که برای آمریکا منتشر شد ضعیف بود ولی خب با این
مدعیان بیکاری که منتشر شد و ریتل سیلز منفی فرانک باعث شد که قوی بشه دلار و ضعیف شدن CHF هم کمک کردن داده‌های قوی که برای خود آمریکا منتشر شد. خب یورو هم داده‌های اونچنان خوبی منتشر نکرد و انتظار داریم که کندلای بیالیش زده باشه و کندلای بیالیشش هم زده با مدعیان بیکاری که منتشر شد و PCE و PMI شیکاگو. خب این محدوده برای پوزیشن لانگ وارد شدن خوبه. 1.08 خوبه برای وارد شدن و فردا هم خبر مهم می‌داریم و فردا هم بررسی کنیم ببینیم که به چه صورت منتشر میشه. ولی خب این مقاومت پیش رویه که یورو داره که احتمال اینو من خودم میدم طبق پیش بینیایی که دارم این ناحیه رو رد میکنه خیلی راحت. ولی بازم فردا باید ببینیم چی منتشر میشه، چون بازارهای مالی عدم قطعیت توش پذیرفتن اولین قدمی که بدونید هیچ قطعیتی نیست. شاید تحلیلی که میکنید درست باشه یا اصلا قطعا هم درست باشه، ولی فردا یه اتفاق افتاد، مثلا یه جنگ شد، مثلا خبر مهمی هم که داره منتشر میشه ولی چون جنگ شده اصلا هیچ فایده ای نداره و زورش میرسه اون خبر رو به شروع ببره. واسه همین میگیم که هیچ قطعیتی توی بازارهای مالی نیستش. اینو همیشه توی ذهنتون جا بندازید. NZD USD. خب NZD USD ناحیه حمایتی در نظر گرفتیم، حمایت شد اومد بالا با داده های ضعیفی که 3 روز گذشته آمریکا منتشر کرد قوی شد، ولی خب با داده‌ای که امروز منتشر شد باعث شد NZD یکم ضعیف بشه. خب USD ین ژاپن. خب USD ین ژاپن برایش دو تا مقاومت در نظر گرفتیم که به این مقاومت رسید. این مقاومت هم اومده تاچ کرده و به سمت پایین حرکت کرده، ولی با اینکه داده های آمریکا خوب منتشر شده ولی دارید مشاهده میکنید که USD ضعیف شده و ما انتظار اینو داشتیم که توی JPY USD قوی تر شده باشه، ولی طبق همون چارتی که قبلا براش یه نقاشی هم که کشیدیم همونطور داره حرکت میکنه و این هم اولین سطحیه که بهش برسه و احتمالا هم میرسه دیگه. یواش یواش دادای آمریکا باید ضعیف منتشر بشه، بازار منتظر این. AUD USD من میگم داده‌های آمریکا منتظریم که ضعیف منتشر بشه با توجه به دید اقتصاد کلانیه که داریم، با توجه به تحلیلیه که داریم انجام میدیم و حسی نیستشون. مثلا حسی اگر تحلیل نکنید بهتره، چون واقعا میخوره تو حستون. خب اینجا که دلار استرالیا خودم این ناحیه رو به شدت توش موافق بودم با لاین گرفتن و باعث شد که واکنششون بره قوی شه و اینجا هم یه سطح مقاومتی براش در نظر گرفتیم و خب داده‌های آمریکا هم تاثیرشو گذاشته روی AUD ولی نه اونچنان قوی. خب USD CAD قشنگ تاثیر خودشو گذاشته مدعیان بیکاری با کاهش منتشر شدن و بلند مدت واقعا عالیه برای شورت گرفتن، جای خوبیه. مثلا USD JPY هم واقعا جای خوبیه برای شورت وارد شدن تکنیکالی، ولی خب هنوز منتظر این هستیم که فاندامنتالی هم تایید بهمون بده. بلند مدت که تایید من به نظرم داده، چون سیاست مشخصه به چه سمتی میخواد حرکت کنه، ولی باید صبور باشید و از نظر روانی قوی باشید تا بتونید توی این بازار بلند مدت سود بگیرید. بریم شاخص دلار هم ببینیم. خب شاخص دلار باید قوی شده باشه. خب شاخص دلار هم قوی شده، روند بلند مدت نزولیه. خب منتظر این هستیم که
به طبق روند بلند مدتش جلو بره و وارد روند نزولی بشه. حالا اینو میتونیم به عنوان یه پولبک در نظر بگیریم، ولی وارد 104. خب اینه اگه یه مقاومتی برش در نظر بگیریم، 2 تا سطح در نظر داریم که توی روند نزولی بهش واکنششون بده. یکی 102، یکی هم 100 و در آینده این نواحی رو میبینه. صبور باشید و مشاهده کنید که این نواحی رو بهش میرسه، چون همین الان هم خیلی رشد کرده شاخص دلار. بریم اونس جهانی رو ببینیم. خب اونس جهانی هم قبلا براش 140 در نظر گرفته بودیم، گفتیم انتظار داریم بعد 140 یه اصلاح بده و یکم فردا پیچیده میشه برای اونس، چون خبرهای مهمی داریم فردا و باید ببینیم فردا چه خبری منتشر میشه. اگر اون چیزی که مد نظر من منتشر بشه، خب USD باید ضعیف بشه و باعث میشه که اونس بازم رشد کنه و اوراق قرضه هم ببینیم. اوراق قرضه به چه صورتی بوده. خب اوراق قرضه احتمالا کاهشی بوده. بله خب اوراق قرضه ریزششو داشته و با ریزشی که اوراق قرضه کرده باعث شده که اونس رشد کنه. خب مال اونس کم پیچیده است، چون فردا داده‌های مهمی داریم برای آمریکا و زمان از دست نمیدیم. به این فردای مارکت 1 سپتامبر رو با هم دیگه بررسی کنیم، ببینیم چه خبر مهمی داریم و چه اتفاقاتی پیش رو خواهد افتاد. فردا 1 سپتامبر و برای چین خبر داریم و خبر مهمی برای سوئیس داریم. CPI ماهانه منتشر میشه. Consumer Price Index تورم ماهانه خب افزایشی بوده، اگر افزایشی اعلام بشه بازم قوی میشه فرانک. و دیگه خبرهای مهم اگر بخوایم بررسی کنیم، GDP کد منتشر میشه به طور ماهانه، کاهشی بوده، اگر کاهشی اعلام بشه کد دوباره ضعیف میشه. خب ساعت 16 خبر مهمی داریم. average hourly earnings داریم، میانگین دستمزد ساعتی کاهشی پیش بینی شده. اگر کاهشی بیاد تاثیرش منفی روی ارز. و now for employment change NFP داریم، تغییرات اشتغال به غیر از کشاورزی کاهشی پیش بینی شده. و unemployment rate نرخ بیکاری، خب نرخ بیکاری الان 3.5 برای آمریکا و میانگین دستمزد ساعتی خب احتمالش کاهشی منتشر بشه، ولی NFP خب یکم متغیره. احتمال این 3 تا داده همیشه با هم دیگه منتشر میشه، میانگین دستمزد ساعتی، NFP و نرخ بیکاری. نرخ بیکاری 4% شما تا 2 ماه آینده میبینید با افزایش نرخ بهره‌ای که آمریکا داره میده و خودش هم مد نظر داره که بازار اشتغال خنک کنه تا بتونه تورم رو مهار کنه و 4% بیکاری پیش اومد به تنشون بمانن. ولی خب برای اگر 4% خب باشه و 100% ما در آینده NFP های کاهشی هم منتشر میشه. ما یک گراف NFP رو ببینیم. خب این نارنجی هایی که میبینید فورکست بوده و اگر مشاهده کنید این دوتا آخری از فورکست هم کمتر اومده و باعث شده که تاثیر منفی بذاره روی دلار. خب نرخ بیکاری هم اینه، گرافش رو ببینیم. خب بیکاری اینجا افزایش پیدا کرده بوده و یواش 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 دیگه الان کاهشی شده.
کاهش 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 کاهش. و این چیزی نیست که آمریکا میخواد. آمریکا میخواد بازار کارشو خنک کنه و تا 4% باید بیاد بیکاری. و فردا حالا یه تحلیل داشته باشیم روی اون. اگر میکس بیاد و داده به این صورت باشه که دلار ضعیف بشه، ما رشد اون خواهیم داشت و همینطور یورو، پوند و ارزهایی که مخالف در مقابل آمریکا هستن. ولی اگر برعکسش منتشر بشه، بازم USD قوی میشه. ولی قوی بودن USD موقته. اینو در نظر داشته باشید. با تحلیل فاندامنتال اقتصاد بین المللی و اقتصاد خود آمریکا، ما در نظر داریم که باید ضعیف بشه USD و شاید بازم یه نرخ بهره بدن، یه افزایش نرخ بهره بدن در آینده. حالا جلسه بعدیشون رو بعید میدونم، چون همین بازار 13% داره پرایس میکنه افزایش نرخ بهرهشون رو. ولی نشست بعدشون که آخرین نشستشون هست، چون در سال 8 بار نشست میکنه FOMC، شاید اون موقعی افزایش نرخ بهره‌ای بدن، حالا برای ریتیل سیلزشون، خرده فروششون، چون دوران کریسمس بالاترین خرده فروشی منتشر میشه. و ساعت 5:30 از ISM Manufacturing PMI منتشر میشه که اونم بازم افزایشی پیش بینی شده. اگر افزایشی بیاد بازم USD قوی میشه. داده های مهمی داریم. خب باید داده ها منتشر میشن، چون این داده ها بسیار مهمه. اعتماد جهت جوفرزا مشخص کنه. این هم یه جمع‌بندی از فردای مارکت. لطفاً ویدیو رو برای دوستانتون که در بازارهای مالی فعالیت میکنن بفرستید تا این عزیزان هم استفاده کنن. امیدوارم هر جا که هستید موفق، سربلند و در بازارهای مالی پرسود باشید.